5 حیوان منقرض شده که دانشمندا میخوان به زندگی برشون گردونن. آخرش اونقدر باور نکردنیه که انگار مستقیم از فیلم پارک جوراسیک اومده. شماره 1 ماموت پشمالو. دی ان ای یخزده‌اش هنوز بعد از هزاران سال سالم مونده. دانشمندا میخوان دی ان ای فیل رو با نمونه ماموت ترکیب کنن و دوباره یک ماموت واقعی بسازن. شماره 2 ببر دندان خنجری. این حیوان با دندونهای نیش 18 سانتی برای شکار طعمه‌های چند برابر خودش طراحی شده. شماره 3 پرنده دودو. پرنده‌ای که فقط با رسیدن انسان‌ها منقرض شد و الان با تکنیک کریسپر میخوان ژن‌های پرنده‌های نزدیک رو تغییر بدن تا دودوی جدید بسازن. شماره 4 ببر تاسمانی. سال 1936 آخرینش مرد. اون یکی رو نه فقط بازسازی کنن بلکه کامل احیا کنن و اما موجودی که دانشمندا حتی حرف زدن درباره برگشتش رو هم خطرناک میدونن. اگه این اسم رو دوست داری یه قلب قرمز کامنت کن برام. شماره 5 مگالودون. کوسه‌ای با اندازه یه اتوبوس که 18 متر طول داره و بدترین گاز گرفتن‌های توی تاریخ اقیانوس رو داره. دانشمندا میگن دی ان ایش تقریباً غیر قابل بازیابیه ولی تحقیقات روی فسیل دندون‌هاش هنوز ادامه داره.